یا فارسی بهترش. اولی پیکی بلایندرز یا نقابداران. همه میگیم پیکی بلایندرز، فکر میکنم کسی رو ندیدم بگه نقابداران. پیکی بلایندرز. بعدی پریزون بریک یا فرار از زندان. قطعا فرار از زندان خیلی اسم بهتریه. بعدی ونزدی یا چهارشنبه. نکنید این کارو. ونزدی، قطعا ونزدی. بعدی گیم آف ترونز یا بازی تاج و تخت. چقدر ترجمهش خوب و جذابه، ولی گیم آف ترونز. بعدی بریکینگ بد یا افسار گسیخته. نگید اینو یه وقت جایی بهتون میخندن. بریکینگ بد. بعدی اسکوید گیم یا بازی مرکب. اسکوید، همه میگیم اسکوید گیم، فکر میکنم خیلی هم بهتر اسکوید گیم. بعدی فرندز یا دوستان. فرندز خیلی اسم باحال تری، دوستان رو دیدی تا فرندز قطعا. او بعدی ومپایر دایریز یا خاطرات خوناشام. خاطرات خوناشام، این اسم فارسیش بهتر خوده. بعدی د واکینگ دد یا مردگان متحرک. اینم اسم خوبیه، ترجمهش خوبه واقعا، ولی واکینگ دد. بعدی مانی هیست یا سرقت پول. خانه کاغذی هم بهش میگن. هیچ کدوم. اسم اصلی اسپانیاییش لا کاسا د پاپل. و مورد آخر نارکوس یا نارکوها. شما بگید.